چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. امروز اومدم بهتون آموزش بدم که یکی از بازی‌های محبوب راکستار رو نصب کنید داخل گوشی. بچه‌ها این بازی نیست جز GTA سن اندرس که یک بازی محبوب راکستار. فکر میکنم دیگه هممون میشناسیمش و بعضی‌ها هم باهاش خاطر دارن. البته بعضی‌ها که نه، خیلی باهاش خاطر دارن. امروز بعدم بهتون آموزش بدم که داخل اندروید، یعنی داخل گوشیتون بتونید بازیش کنید. خب بچه وارد گوگل یا مرورگرتون میشید و هپی مود رو سرچ میکنید. وقتی که سرچ کردید وارد سایت اولی میشیم و یه ذره میایم پایین و دانلود رو میزنیم و میریم حالا نصبش میکنیم. یه ذره صبر میکنیم که دانلود بشه. 18 مگ هست، 18 مگ هستش و زیادم نیست، حافظه زیادی رو نمیگیره و این استال رو میزنیم و منتظر میمونیم که کامل نصب شه. خب بچه دانلود شد و اوپن رو میزنیم و میریم داخل برنامه. یه ذره صبر میکنیم، دسترسی لازم رو بهش میدیم. خب برنامه اومد بالا. اول که میگه باید برزرسانی کنید، ما یه بار میریم برزرسانیش کنیم و زیاده فکر نکنم طول بکشه، ولی من ویدیو رو کات میکنم. خب بچه وقتی دسترسی و آپدیتش هم کردیم، همین اول میبینید که لوگو GTA سن اندرس هستش. اینجا باید بزنیم رو مور ورژن، اگه درست بگم. خب یا نه ورژن مختلفی که بعضیاش هیچ مودی نداره و بعضیش داره. من حالا هر کدوم رو دوست داشتید میتونید دانلود کنید، ولی من بیشتر بهتون اینو پیشنهاد میکنم. نه بخشید نیست. بله اینی که 27 میلیون دانلود داره. اینو نصب کنید و دیگه بازیشو انجام میدید. تا یک ویدیو دیگه، خداحافظ.